اون شب کنار کلبه جنگلی به جز رد پای رنا و شوهرش یه رد پای سوم هم وجود داشت. 27 آبان 1398 در نزدیکی مرداب کلاردشت در استان مازندران یکی از ساکنان روستاهای اطراف بدن نیمه جان یک مرد جوان رو پیدا میکنه. وقتی مرد به هوش میاد سراغ همسرش رو میگیره، اما کسی از اون خبر نداره. پلیس رد پاهایی رو که تا کنار مرداب کشیده شده بررسی میکنه. به جز رد پای مرد جوان و همسرش یه رد پای سوم هم دیده میشه. مرد جوان میگه من و همسرم برای ماه عسل به یه کلبه جنگلی نزدیک مرداب اومده بودیم. اون شب وقتی از پنجره کلبه بیرون رو نگاه میکردم حس کردم یه نفر میون درختها داره ما رو دید میزنه. دومین ماه پاییز بود و هوای کلاردشت رو به سردی میرفت. برگ‌های زرد پاییزی رنگی دلانگیز به جنگل داده بود. کلبه‌ای که ماهان واسه گذروندن ماه عسلشون اجاره کرده بود وسط جنگل کلاردشت در نزدیکی مرداب دیوک قرار داشت. اون روز تا غروب کنار مرداب موندن و با تاریک شدن هوا به سمت کلبه راه افتادن. بارون نم نم میبارید. رنا بارونیشو انداخت رو دسته صندلی و کنار بخاری نشست. ماهان پرسید اینجا رو دوست داری؟ رنا جواب داد خیلی قشنگه. برای اینکه گرم بشه از فلاسک یه لیوان چای برای خودش ریخت. هنوز قلوپ اول رو سر نکشیده بود که یهو نگاهش به ورودی اتاق خشک شد و گفت ماهان اون چیه؟ ماهان سرش رو به سمتی که رنا اشاره کرده بود چرخوند و گفت کدوم؟ رنا با ترس گفت اون جای کفش مال کیه؟ ماهان کنار پنجره رفت و بیرون رو نگاه کرد. هوا تاریک شده بود و اون جنگل سرسبز تو تاریکی شب دیگه براش اون زیبایی روزو نداشت. زیر لب گفت کاش اینجا نمی اومدی. رنا صداشو شنید و جواب داد چیه ماهان؟ نکنه ترسیدی؟ ماهان سری تکون داد و گفت نه ولی یکم خطرناکه. چند ساعت گذشت. رنا و ماهان کنار هم روبروی بخاری نشسته بودن و از تو موبایل عکسایی که اون روز کنار مرداب گرفته بودن نگاه میکردن. یه دفعه یکی از عکس‌ها توجه رنا رو به خودش جلب کرد. عکسی که رنا و ماهان با هم سلفی گرفته بودن. رنا عکسو بزرگ کرد و گفت ماهان یه نفر پشت اون درخت قایم شده. ماهان گوشی از دست رنا گرفت و عکسو بزرگتر کرد. رنا گفت اون کیه؟ چی میخواد از ما؟ ماهان با لحنی سست گفت نمیدونم، شاید از مردم همین روستا باشه. یه دفعه همون لحظه نگاهش به پنجره قفل شد. ماهان گفت یه نفر از پشت پنجره رد شد. ماهان در حالی که نگاهش رو از پنجره بر نمی‌داشت گفت چاقو رو بده به من. رنا با اضطراب چاقو رو برداشت و به دست ماهان داد. رنا گفت میخوای بریم تو ماشین بخوابیم؟ ماهان گفت اونجا خطرناک‌تره. ساعت از 4 صبح گذشته بود. رنا سرش رو روی پای ماهان گذاشته بود و تازه خوابش برده بود. اما ماهان همچنان چارچشمی اطراف رو میپایید. از اون ماجرا 2 روز گذشت و روز سوم مردی روستایی کنار جاده‌ای که به مرداب ختم میشد با جسم نیمه جان و خونالود ماهان روبرو شد و بلافاصله به پلیس خبر داد. پلیس بلافاصله تو محل حادثه حاضر شد و ماهان با آمبولانس به نزدیکترین بیمارستان منتقل شد. پلیس بی‌صبرانه منتظر بود تا اون به هوش بیاد و درباره اتفاقی که براش پیش اومده بود ازش سوالاتی بپرسه. اما ماهان بلافاصله پس از به هوش اومدن با حالتی آشفته به اطرافش نگاه کرد و با نهایت بیقراری پرسید اینجا کجاست؟ رنا کو؟ همسرم کجاست؟ سروان شریفی به تخت اون نزدیک شد و با لحنی آروم گفت آقای محترم آروم باشین، شما تو بیمارستان هستین. جناب سروان همسرم کجاست؟ سروان شریفی گفت لطفاً آرامش خودتون رو حفظ کنید و شمرده تعریف کنید واسه شما چه اتفاقی افتاده بود. من و همسرم 3 روز پیش واسه ماه عسل اومدیم اینجا. رنا عاشق جنگله. روز اول که از کنار مرداب می اومدیم خونه چند تا رد پای گلی تو کلبه دیدیم. اون شب داشتیم عکسایی که کنار برکه گرفته بودیم نگاه می‌کردیم که تو یکی از عکس‌ها متوجه حضور یه نفر پشت سرمون شدیم. یه نفر داشت سایه به سایه با ما می اومد. اون شب خودم با چشم خودم یه نفر رو دیدم که از پشت پنجره رد شد. با روشن شدن هوا از رنا خواستم که به تهران برگردیم، اما اون اصرار داشت 1-2 روز دیگه بمونیم. دیروز عصر یه بار دیگه با رنا رفتیم کنار مرداب دیوک. نزدیک غروب وسایلمون رو جمع کردیم و خواستیم برگردیم به کلبه. یهو نفهمیدم چی شد. از پشت سر یه ضربه محکم به سرم خورد.
یه مرد قوی هیکل پشت سرم ایستاده بود. صدای جیغ و داد رعنا تو گوشم داشت میپیچید. باهاش گلاویز شدم اما زورم بهش نمیرسید. خیلی قوی تر از من بود. روی زمین افتادم. تصویر و صدای جیغه رعنا هر لحظه برام کمرنگ تر میشد. بعدش دیگه نفهمیدم چی شد. سروان شریفی پرسید از قیافه اون مرد چیزی یادت میاد؟ ماهان کمی فکر کرد و گفت یه قد بلند داشت، 4 شونه بود، ریشه‌ای نسبتاً بلندی داشت و چند تا از دندونای جلوش ریخته بود. سروان رو به همکارش ستوان امیری کرد و پرسید تو این حوالی کسی رو با این مشخصات میشناسی؟ ستوان امیری کمی فکر کرد و گفت حدس میزنم منظورش صمد یاغی باشه. دقایقی بعد عکس صمد یاغی برای تمام واحدهای گشتی ارسال شد و به شب نکشیده صمد دستگیر شد و با دستبندی که به دستش بود روبروی سروان شریفی قرار گرفت. روی صورت و دستاش آثار کبودی دیده میشد. صمد پس از بازجویی به بازداشتگاه فرستاده شد. تیم بررسی صحنه وارد عمل شد. همونطور که ماهان گفته بود به جز رد پای خودش و همسرش یه رد پای دیگه هم تو جاده منتهی به مرداب وجود داشت که بدون شک مربوط به صمد یاغی میشد. یکی از کفشای رعنا وسط جاده و یکی چند متر اونورتر یعنی نزدیک مرداب افتاده بود. رد خون و موهای رعنا درست کنار مرداب تموم شده بود و این نشون میداد که صمد اون رو به داخل مرداب انداخته و به دستور پلیس آگاهی همون روز جستجوها برای پیدا کردن جسد رعنا افشار آغاز شد. شنیدن این خبر باعث حمله عصبی ماهان شد و به همین خاطر چند روز دیگه در بیمارستان بستری شد و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. تحقیقات پلیس در رابطه با پرونده رعنا افشار به پایان رسیده بود. خبرنگارها بی‌صبرانه منتظر شنیدن جزئیات ماجرا بودند. اون روز سروان شریفی به دیدن ماهان رفت. با دیدن چهره پژمرده ماهان ناراحت شد و گفت آقای یاری من بهتون تسلیت میگم. صمد یاغی به قتل همسر شما اعتراف کرده. ماهان با شنیدن این خبر بی اختیار شروع به اشک ریختن کرد. اون روز ماهان از بیمارستان مرخص شد. برای آخرین بار به اون کلبه لعنتی رفت. هوا رو به تاریکی میرفت. به پشت کلبه رفت. چند متر دور از کلبه یه مرتبه کنار یه درخت نشست و با چنگ شروع کرد به کنار زدن خاک‌ها. درست همون موقع نور چراغ ماشین پلیس همه جا رو روشن کرد. سروان شریفی در حالی که اسلحه رو به طرف ماهان گرفته بود با صدای بلند گفت اینجا محاصره است. دستاتو بذار روی سرت. ستوان امیری توی نگاه ماهان رو روی زمین خوابوند و از پشت دستاشو دستبند زد. سروان به سمت چاله‌ای که ماهان داشت میکند رفت. نور چراغ قوه‌شو به داخل چاله انداخت و در کمال ناباوری قسمت‌هایی از جسد رعنا رو دید. روز بعد ماهان در اتاق بازجویی در حالی که دستبند به دست داشت مقابل سروان شریفی قرار گرفت. سرش پایین بود. خب آقای ماهان یاری حرف بزن. چرا همسرت رو کشتی؟ ماهان ترجیح داد سکوت کنه. صحنه سازی هایی که انجام داده بودی خوب نبود. طبق نظریه دکتر روانپزشک تو نباید دچار احساسات قوی و تکان دهنده می‌شدی. اون شب تو اون کلبه ترس به تو غلبه کرده بود. مجبور شدی چند تا از قرصاتو بخوری که دچار حمله عصبی نشی. تو فکر می‌کردی کسی که دور و بر خونه تو میپلکه آدم خطرناکیه. اما وقتی روز بعد اونو دیدی فهمیدی که یه آدم ناقص العقله. اینجا همه صمد رو میشناسن. اون شیرین عقله ولی با کسی کاری نداره. تو وقتی فهمیدی که اون بیازاره اونو به باد کتک گرفتی. میخواستی با این کار ترسی رو که شب گذشته تجربه کرده بودی تلافی کنی. وقتی رعنا دید که تو داری اون تفلکی رو کتک میزنی به دفاع از اون در اومد و تو رو سرزنش کرد. رعنا نمیدونست که تو اون لحظه باید تو رو آروم کنه چون تو بهش نگفته بودی به یه بیماری روحی روانی خطرناک مبتلا هستی. حمایت رعنا از صمد باعث شد خون جلوی چشماتو بگیره و اونو بکشی. صمد با دیدن اون صحنه وحشت زده از اونجا فرار میکنه. وقتی به حالت طبیعی برگشتی به فکر این افتادی که آثار جرم رو از بین ببری. تو گفته بودی یه ضربه از پشت سر بهت وارد شده و گیج شدی در حالی که هیچ اثری از ضربه توی سرت دیده نشده بود. بعد هم با خودت گفتی یه قاتل دست به نقد و آماده به اسم صمد دارم که همه چیز رو میندازم گردن اون. من میدونستم تو همسرت رو کشتی اما جایی که جسدش رو پنهان کرده بودی نمیدونستم. یه دفعه از جاش بلند شد و حق زد زیر گریه و گفت من عاشق رعنا بودم. نمیخواستم بکشمش. قسم میخورم هیچی از اون قتل یادم نمیاد. اینو گفت و بیهوش افتاد روی زمین. ماهان بعد از اون ماجرا تو بیمارستان روزبه تهران بستری شد و صمد از زندان آزاد شد. اما این وسط تنها کسی که ضرر کرده بود
رعنا بود که به دلیل پنهانکاری ماهان و خانواده‌اش از وضعیت روانی ماهان باعث مرگ اون شده بودن.